به نام خدا. داستان شهریار و شاه زمان. یکی از پادشاهان سامانی فرمانروای جزایر هند و چین بود. او دو پسر شجاع و دانشمند به نامهای شهریار و شاه زمان داشت. شهریار برادر بزرگتر عدالت و شجاعت بسیاری داشت و شاه زمان برادر کوچکتر پادشاه سمرقند بود. آنها 20 سال در محل فرمانروایی خود با شادمانی پادشاهی می‌کردند. بعد از گذشت مدتی شهریار دلتنگ دیدار برادر شد و به وزیرش فرمان داد که شاه زمان را به حضورش بیاورد. وزیر رفت و پیغام شهریار را به شاه زمان داد. شاه زمان همان روز لشکر و خیمه ها را بیرون از شهر فرستاد و روز بعد کشور را به وزیرش سپرد و همراه وزیر برادرش از شهر بیرون آمد. به هنگام شب یادش آمد جواهری گرانبها را که برای هدیه دادن به برادرش انتخاب کرده بود جا گذاشته. به همین خاطر با 2 نفر از نزدیکانش به شهر برگشت و وارد قصر شد. خاتون را دید که با غلام سیاه رویی در آغوش هم خوابیدند. شاه زمان از دیدن این صحنه آنچنان عصبانی شد که ستاره روشن در برابر چشمانش سیاه به نظر می رسید. فوراً شمشیرش را کشید و هر دو را کشت و دوباره به اقامتگاه لشکریانش بازگشت. هنگام صبح طبل‌ها را به نشانه کوچ کردن به صدا درآوردند. شاه زمان در حالی که از این واقعه ناراحت بود به پایتخت برادرش رسید. شهریار از دیدار برادرش شاد شد و از هر دری با او سخن می گفت. اما شاه زمان رفتار خاتون و غلام را نمی توانست از خاطرش پاک کند. به همین دلیل مدام غمگین و ساکت بود. شهریار خیال می کرد که سکوت و ناراحتی برادرش به خاطر دوری از خویشان و وطن است. برای همین دیگر با او حرف نزد و برادر را به حال خویش گذاشت. بعد از چند روز به شاه زمان گفت: ای برادر، برای چه انقدر لاغر شدی و گونه‌هایت زرد شده است؟ شاه زمان گفت: اگر از غمم حرف بزنم دل مردم را در اندوه هم شریک می کنم. شهریار گفت: بهتر است برای شکار بیرون برویم، شاید دلت شاد شود. شاه زمان گفت: اگر همه زمین پر از شادی شود من از آن ذره‌ای سهم ندارم. وقتی شهریار این حرف را از برادرش شنید خودش برای شکار بیرون رفت. در حالی که شاه زمان دلتنگ و ناراحت به منظره‌ای در باغ نگاه می‌کرد، در همین حال ناگهان زن برادرش با 20 کنیز زیبا و غلام سیاه رویی در حال گردش به باغ وارد شدند و در کنار حوض لباسهایشان را از تن بیرون آوردند. خاتون صدا زد: ای نیکبخت! غلامی تنومند و سیاه آمد و خاتون با او هماغوش شد. هر یک از غلامان نیز با کنیزی هماغوش شدند. وقتی شاه زمان این حالت و رفتار آنان را دید با خودش گفت: رنج و اندوه من در برابر اندوه برادرم اصلاً به نظر نمی رسد. پس شایسته نیست که از این به بعد ناراحت و غمگین باشم. بعد از آن به عیش و خوشی پرداخت. وقتی شهریار از شکار بازگشت در کمال تعجب دید که گونه زرد برادرش ارغوانی و سرخ و تن ضعیفش توانا شده است. با تعجب به شاه زمان گفت: از این حالی که برایت پیش آمده به من بگو. چرا قبلا گونه‌هایت زرد و تنت لاغر و ضعیف بود، اما حالا برخلاف آن چهره‌ات سرخ و تنت تواناست؟ شاه زمان گفت: دلیل ناراحتیم را میگویم، اما دلیل شادمانیم را نمیتوانم. سپس ماجرای خاتون و غلام و کشتن آن دو را برای برادرش تعریف کرد. شهریار برای بازگو کردن علت شادیش اصرار کرد و او را قسم داد که علت خوشحالیش را نیز بگوید. شاه زمان هم به ناچار ماجرای زن برادر و هر آنچه را که در باغ دیده بود تعریف کرد. شهریار گفت: من به خاتون بسیار اعتماد دارم و تا با چشم خود نبینم باور نمی کنم. شاه زمان گفت: 10 روز فرمان شکار بده
و چنان وانمود کن که برای شکار از قصر بیرون می‌روی. وقتی لشکریان رفتند تو با آنها نرو. بمان تا آنچه را که من دیدم تو هم ببینی. شهریار نیز همین کار را کرد و هر دو برادر در چشمانداز باغ پنهانی نشستند. ساعتی نگذشته بود که خاتون و کنیزان و غلامان به باغ وارد شدند و در کنار حوض نشستند. شهریار حالا دیگر آنچه را که برادرش برای او تعریف کرده بود به چشم خودش آشکارا دید. پس به شاه زمان گفت: از این به بعد پادشاهی شایسته ما نیست. پس سر به بیابان گذاشتند و چند شبانه روز راه رفتند تا اینکه کنار ساحل عمان زیر درخت در کنار چشم آبی استراحت کردند. پس از گذشت چند لحظه موجود زشت و ترسناک و تنومندی با صندوقی آهنی از دل دریا بیرون آمد. شاهزاده ها از ترس بالای درخت رفتند. آن عفریت به کنار چشمه آمد و در صندوقچه را باز کرد و دختر ماهرویی از آن بیرون آمد. به او گفت: ای پری روی، تو را شب زفاف از کنار داماد دزدیده و دل به عشق تو دادم. حالا تو پاسبانی کن که وقت خواب من است. سپس سرش را کنار دختر ماهروی گذاشت و خوابید. نگاه دختر به شاهزادگانی که در بالای درخت بودند افتاد. سر آن موجود ترسناک را آهسته بر زمین گذاشت و به شاهزادگان اشاره کرد که از بالای درخت به پایین بیایند. آن دو را از آن عفریت ترسان. شاهزادگان پایین آمدند و دختر آنها را به خود دعوت کرد. شاهزاده ها از ترس آن عفریت دعوت او را قبول کردند. بعد از آن دختر بندی از جنس ابریشم بیرون آورد که 570 انگشتری در آن بود. رو به شاهزاده ها کرد و به آنان گفت: می دانید که این انگشترها چیستند؟ شهریار و شاه زمان گفتند: به خدا که نه، نمی دانیم. دختر گفت: صاحبان این انگشترها در پیش این عفریت با من آنچه که شما کرده اید کردند. سپس انگشتر به من دادند. شما هم انگشتر به من بدهید و بدانید که عفریت در شب اول مرا از داماد دزدیده و در صندوق آهنین کرده. او در میان این دریای بی انتها از من نگهداری می کند و غافل از آن است که ما را به دم پیر نگه نتوان داشت، در خانه دلگیر نگه نتوان داشت. شهریار و شاه زمان این دو شاهزاده از شنیدن این سخنان شگفت زده شدند و گفتند: داستان این عفریت زشت و ترسناک از ماجرای ما عجیبتر و غم و غصه‌اش بیشتر است. دیدن و شنیدن این حادثه سبب شد که ما بر رنج خود صبور باشیم. سپس به شهر خود برگشتند. شاه زمان ترجیح داد که مجرد و بدور از وابستگی‌ها و مردم زندگی کند، اما شهریار خاتون و کنیزان و غلامان را کشت و طعمه سگ‌ها کرد. پس از آن هر شب دختر دوشیزه‌ای را به عنوان همسر آورده و هنگام صبح او را می‌کشت. 3 سال به همین ترتیب گذشت. مردم دیگر خسته شده بودند. آنها دختران خود را بر می داشتند و از شهر می رفتند تا جایی که دیگر دختری در شهر نماند. روزی شهریار به وزیرش گفت: دختر شایسته‌ای برای من پیدا کن. وزیر هرچه گشت دختری پیدا نکرد. از ترس کشته شدنش به دست پادشاه ناراحت به خانه خود رفت و غمگین در گوشه‌ای نشست. وزیر 2 دختر به نامهای شهرزاد و دنیازاد داشت. شهرزاد دختر بزرگتر، دانا و از احوال شاعران و ادیبان و پادشاهان پیشین آگاه بود. وقتی غم و اندوه پدر را دید علت آن را پرسید و گفت: تا کی می‌خواهی بار غم دنیا را بر دلت بکشی؟ وزیر قصه پادشاه را برایش تعریف کرد. شهرزاد گفت: ای پدر، مرا به عقد شاه در بیاور. یا من هم کشته می‌شوم و یا این بلا را از سر دختران مردم دور می‌کنم. وزیر به دخترش گفت: تو را به چنین مهلکه‌ای انداختن دور از صواب و خلاف عقل درست است. می‌ترسم آنچه که برای زن دهقان اتفاق افتاد برای تو نیز اتفاق بیفتد. شهرزاد گفت: حکایت زن دهقان چیست؟
خب دوستان عزیزم، اگه شما هم مثل شهرزاد خانم میخواید بدونید داستان زن دهقان چی بوده، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید و با ما همراه باشید، چون در شب‌های آینده حتما داستان زن دهقان رو برای شما روایت میکنیم. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه هم بودید. دوستان عزیزم، ممنون میشم که برای حمایت از ما کانال رو به دوستانتون هم معرفی کنید. تا حکایتی دیگر، بدرود.